صبح همه دوستانی رادیو زودی بخیر باشد و درود میگم به بینندگانی که همین حالا در آزادی ویدیو هستند و انتظار خبرهای تازه از من شهلوی گلخوجه. حالا در پراگ ساعت 7 صبح چون همیشه در همین وقت من در خدمت شما هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز شنبه است، 7 مای و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و همین گونه با رادیوی آزادی بمونید. و قبل از آن که رجوع کنیم به خبرها، از باد و هوا میگیم، چون میدونیم باد و هوا نیز در کار و زندگی هر یکی ما مهم است. هوای ما در پراگ امروز ابری می شود و حرارت تا 13 درجه خواهد رسید. در مسکو پایتخت روسیه هوا فوق العاده آفتابی و گرم خواهد بود، یعنی در دوام روز حرارت 5 تا 25 درجه را نشون میدهد. در دوشنبه نیز هوای صاف و بی‌غبار در نظر است. روزانه گرمی 29 درجه را تشکیل میکند. با آغاز میکنیم از تغییرات کادری که دیروز صورت گرفت. با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان از روز 6 مای رئیسان یک قطار شهر و نواحی نو شدند. از جمله در مقام رئیس شهر کولوب به جای خیرالله امان‌الله بهرام عنایت‌زاده، رئیس شهر استرافشان در شهر استرافشان به جای عنایت‌زاده امیرخان قربانزاده اجرا کننده رئیس شهر تعیین شدند. صنوبر سمیزاده از وظیفه رئیس شهر لیوکند آزاد شده. زرینه دولتزاده اجرا کننده این وظیفه تعیین گردید. با فرمان دیگری پرزیدنت عبدالجبار بهادرزاده از مقام رئیس نویه جامعه آزاد شده. یعقوب سعید اجرا کننده رئیس نویه تعیین شده است. همه برکنار شده ها با سبب به وظیفه دیگر گذاشتن از مقام خود آزاد گردیدند. با فرمان دیگری پرزیدنت سلطان رحیمزاده سفیر تاجیکستان در هندوستان تعیین گردید. وظیفه سفیر از ماه اکتبر سال گذشته بعد از این مقام آزاد شدن میرزا شریف جلالوف خالی بود. جلالوف آن زمان به مقام سفیر تاجیکستان در یپونیا تعیین شده بود. روز 6 مای اینچنین سلطان رحیمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون یکم وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان آزاد کرده شد. در تاجیکستان وظیفه‌های رئیسان حکومت‌های محلی و وزیران انتخابی نیست و تنها بر اساس فرمان پرزیدنت تعیین شده. بعداً این نامزد در مجلس‌های محلی تصدیق می‌شوند. هرچند در فرمان سبکدو شدن خیرالله امان‌الله رئیس شهر کولوب گذاشتن به کاری دیگر عنوان گشته است، اما الحال معلوم نیست او به کدام وظیفه تعیین شده است. طرفداران کمی رئیس سابق میگویند که او در 4 سال کاریش در شهر آبادکاری را راه‌اندازی کرد، اما منتقدان میگویند که به جای آباد کردن 10 مکان کاری را برهم زده چندین خاندان را از یک برده نان محروم نموده است. شهر کولوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان به شمار می رود و 200,000 اهالی دارد. آنهایی که با کار یا احتیاج بدری شهرداری می آیند شکایت می کنند که مسئولین را یا در جای کار نمی یابند یا اگر یابند هم کارشان به آسانی اجرا نمی شود. مقامات تاجیک تصدیق کردند که در میان هلاک شدگان صدمه هواپیما در فرودگاه شیرمتی و یک شهروند تاجیکستان نیز هست. در نتیجه سقوط هواپیمای شرکت ایرافلوت 41 نفر فوتید که یک نفرشان شهروند تاجیکستان بوده است. ابراهیم احمدов سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در روسیه دیروز در صحبت با رادیو زودی گفت شهروند هلاک شده تاجیکستان فتح‌الدین قربانبگزاده می باشد. با گفته منبع قربانبگزاده 28 سال داشته. زاده نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان است. سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت گفت که فتح‌الدین قربانبگزاده در برابر شهروندی تاجیکستان همچنین تبع روسیه را نیز داشته است. ابراهیم احمدov افزود کارمندان سفارت تاجیکستان، خدمات کنسولی و نمایندگی وزارت مهنت علاقه با پیوندان شهروند فوتیده تاجیکستان در تماس هستند برای هر چه زودتر به وطن روان کردن جسدی او همه تدبیرها اندیشیده می شوند. طبق آخرین گزارش‌ها طوری گفتیم در این حادثه 41 نفر جان باخته، 33 نفر دیگر نجات داده شدند. در میان قربانیان 2 کودک نیز بوده است. حادثه شام 5 مای اتفاق افتاد در وزارت ولایت فوق‌العاده روسیه. صبح 6 مای به رادیو زودی گفتند که در عموم قربانیان حادثه اساساً شهروندان روسیه هستند.
از دو پناهگاه سازمان ملل در سوریه 34 زن توجیک که از 1 تا 5 فرزند دارند برای به وطن برگشتن به وزارت کار خارجه تاجیکستان مراجعت کردند. شب 30 اپریل تاجیکستان 84 کودک را از عراق برگرداند ولی تا هنوز هیچ نفری را در یک سال اخیر از سوریه نآوردند. مقامات تاجیکستان میگویند با احتمال زیاد شماره زنان و کودکان توجیک که همراه با شوهرانشان به سازمان تندروی دولت اسلامی پیوسته بودند در ولایت الحسکه منطقه تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه از این بیشتر باشد. زنهایی که حالا به واسطه پیوندون و از طریق پیام‌رسان‌های اینترنتی به مقامات مراجعت کردند دوام 2 سال اخیر در پی آزادسازی حدودهای اشغالی داعش به دست کردها اسیر افتادند. شماره شهروندان تاجیکستان که ماه مارس و اپریل امسال از منطقه بغوز سوریه آخرین پایگاه داعش آزاد شدند هنوز حساب نشده است. در وزارت کار خارجه تاجیکستان برای رادیو زدی گفتند برای برگرداندن زنان و کودکان توجیک از سوریه نیز سپاری شده است و با احتمال زیاد تا آخر ماه مای دیپلمات‌های توجیک به این کشور سفر میکنند. ولی گفتن نمی شود برای این مقامات آیا با حکومت سوریه مذاکره دارند یا نهادهای کردی و سازمان‌های غیر دولتی یا میان روان. کتیب دولتی آمریکا مایک پامپئو میگوید آمریکا حضورش را در منطقه آرکتیک تقویت میبخشد تا اینکه به رفتار تهاجمی چین و روسیه در این گوشه عالم مقاومت کند. او 6 مای در فنلاندیا در عرفه ملاقات وزیران کار خارجه شورای آرکتیک ابراز داشت که حوزه اقیانوس یخبسته شمالی به میدان رقابت ابرقدرت‌ها تبدیل یافته است و کشورهای منطقه باید به این وضعیت آماده باشند. آمریکا، روسیه، کانادا، دانیا، فنلاندیا، ایسلندیا، نروژ و سوئد عضو شورای آرکتیک می باشند. با آبشوی یخهای آرکتیکی کشورهای نیرومند شبیه چین تلاش دارند به ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز و معدن‌های منطقه آرکتیک دست یافته حضورشون در منطقه توسعه بخشند. وکالتداری حقوق انسان و یا امبودسمن توجیک با وضع محبوسان در زندان رقم 4 شهر دوشنبه شخصا شناس شد و وضع را در این مسئله مثبت نامید. این زندانی است که 2 ماه اخیر بیش از همه مایه شکایت و نگرانی ها بوده است. حسن الدین ندایف مسئول اداره وکالتداری حقوق انسان یا امبودسمن توجیک میگوید این نخستین دیدار امید بابازاده از این زندان پس از رسیدنش به مقام امبودسمنی بوده. هدف از آن شناسایی با وضع محبوسان است. بازدید از زندان رقم 4 پایتخت به اعلان پیشکی و به طور ناگهانی صورت گرفته با بایف نتیجه های آن را مثبت و وضع محبوسان را خوب بنامد. این در حالی است که شکوای محبوسان زندانی مذکور از شکنجه و پلسیتانی کارمندان محبس و اذیت و بدرفتاری نسبت محبوسان اخیراً در سرخط رسانه و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. حسن الدین ندایف میگوید امبودسمن توجیک در برابر دیگر مسئله ها از حالت‌های شکنجه و بدرفتاری از محبوسان پرسان شد ولی با گفته‌اش وجود چنین مناسبت نسبت زندانیان تصدیق خود را نیافت. قانونمندی و وکالتداری حقوق انسان در حال صدا می‌دهد که برخی از محبوسان سابق مایسته شرایط آن را سنگین ارزیابی میکنند. یکی از این سابق زندانیان در صحبت با رادیو زدی گفت که بارها شاهد شکنجه محبوسان از سوی ماموران این محبس شده است. چند بار شاهد آن بودیم که محکوم شده را در نزد دیگر محبوسان میزنند، شکنجه میدهند و حقارت میکنند. از این محبس خاطرات تلخی داریم گفت. آخرهای ماه مارس شکایت گروهی از زندانیان این محبس با عنوان سرداری سرایستی زندانهای تاجیکستان رسانه‌ای شده بود. در آن جمله گفته میشد که رهبریت زندان و زیردستانشان هر روز زندانیان را عذاب میدهند، لط و کوب و در شیزو جوی میکنند. گزارش وکالتداری حقوق انسان از وضع زندانی رقم 4 شهر دوشنبه برای پیوندان محبوسان خوش خبر است، اما حامیان حقوق انسان میگویند به مراتب بهتر بود اگر امبودسمن را در این سفر نمایندگان جامعه شهروندی همراهی میکردند. افغانستان پس از مسدود شدن مسیر پروازهایش طریق فضای پاکستان به هند و چین حالا به آسمان تاجیکستان را آورده و از این راه میخواهد مسافرانش را به این کشورها برساند. مقامات افغانستان گفتند که هفته گذشته در دوشنبه با مقامات هوانوردی تاجیکستان با امضای یک سازشنامه به این نتیجه رسیدند. نماینده های آژانسی آویاسیون گرجدانی تاجیکستان میگویند که قبل از اجازه پرواز هواپیماهای افغانستان باید این مسئله را با مقامات پکین و دهلی
حل و فصل نمایند. احمد یامو ایموق اتشه ترانسپورتی سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 6 می به رادیو آزادی گفت که آخر هفته گذشته مقامات ضد داخلی کابل و دوشنبه روی ایجاد راههای نوی هوایی و عبور از فضای تاجیکستان به سمت هند و چین به توافق رسیدند. طبق خبرنامه وزارت نقلیات افغانستان مقامات دوشنبه و کابل به منظور ایجاد این مسیرها و تقویت ظرفیت‌های ترافیک هوایی دو کشور برای انجام پروازهای عبوری یک یادداشت تفاهم نیز امضا کردند. مقامات تاجیکستان میگند در صورت موافقه طرف‌ها هواپیماها از کابل به سمت ولایت بدخشان آن کشور حرکت نموده وارد فضای ولایت بدخشان تاجیکستان میشوند و بعد به چین و سپس به سوی هند حرکت خواهند کرد. احمد یامو ایموق اتشه ترانسپورتی سفارت افغانستان میگوید از کابل به ارومچی چین در هفته یک مرتبه هواپیمای مسافربر پرواز میکند ولی به سمت هند هم روزه تا 2 پرواز صورت میگیرد و افزود طلب شهروندان برای سفر به هند وادار نمود که اداره هوانوردی افغانستان پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان به سراغ تاجیکستان بیاید. و بینندگان عزیز اکنون فرصتی رسید که برای شما قرب اسعار خارجی رو بگم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.57 درهم و 1000 روبل روسی با 144.50 درهم خریده و فروخته می شود. و طول تقریبا 10 دقیقه خواهتان نکنم من با شما بینندگان عزیز صحبت داشتم و خبرهایی که تا این لحظه ها در دست ما بود برای شما گفتم، اما خبرهای از این بیشتر رو شما میتوانید در تقدیم سرخط روز که بعد تقریبا 3 ساعت دیگر یعنی کمتر از 3 ساعت دیگر ساعت 10 با وقت پراگ پیشنهاد شما می شود بشنوید و همین گونه برنامه خبری هم تماشایش یاد شما نرود که ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو پیشنهاد شما می شود. و از همه آنهایی که تا این لحظه به رقم وایبر و ایمو و واتساپ رادیو آزادی برای ما ویدیو و عکس و خبر میفرستند به سهم شما میرسونیم که نوارهایی که شما برای ما میفرستید هیئت ایجادی رادیو آزادی این نوارها رو میآموزند و بعداً با شما تماس میگیرند و تصمیم هم میگیریم که آیا این موادها قابل پخش هستند یا نه. از این خاطر وقتی که شما این مطالب رو به ما فرستادید لطفاً کمی منتظر شوید تا ما ببینیم که واقعاً خود شما این نوارها رو برداشتید یا اینکه این از دیگر سامانه‌ها گرفته شده است. خب رادیو آزادی معیارهای خود را دارد و ما از روی معیارهای داشته خودمون این موادها رو به بینندگان رادیو آزادی پیشنهاد خواهیم کرد. از این خاطر امیدوارم که شما هم ما را بفهمید و همکاریتان را همین گونه با رادیو آزادی ادامه میدید. من برای شما روز خوب میخواهم و شما را بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش‌های مستقیم بعدی منتظر میشوم.